می‌رسید مغزتون برای یادگیری و انجام خودکار کارها از دو مسیر کاملا متفاوت استفاده میکنه. اگر این رو درک کنید، میتونید هر مهارتی رو چند برابر سریعتر یاد بگیرید. تحقیقات جدید دانشگاه پیتسبورگ نشون داده که اون چیزی که سالها درباره مغز فکر می‌کردیم درست نیست. دانشمندان کشف کردند که مغز برای یادگیری فعال و انجام خودکار از دو مسیر کاملا جداگانه استفاده می‌کنه. این یعنی وقتی دارید یک مهارت جدید یاد میگیرید، مثل ساز زدن یا تمرکز کردن، مغزتون از مسیر یادگیری فعال استفاده میکنه. اما زمانی که اون مهارت برای شما خودکار میشه، مثل رانندگی یا تایپ کردن، کنترل میده به مسیر دوم، مسیر فعالیت خودکار. نکته مهم اینه که اگر همیشه توی حالت یادگیری بمونید و استراحت، تکرار و تثبیت نداشته باشید، مهارتتون هیچ وقت وارد حافظه خودکار نمیشه. در نتیجه همیشه مغزتون خسته میمونه و حس میکنید که پیشرفتی نکردید. به همین خاطر بهترین راه برای یادگیری اینه که در فاز یادگیری اول تمرکز عمیق و کوتاه مدت داشته باشید و بعد از اون بلافاصله وارد فاز تثبیت و تکرار بشید، مثل خواب، استراحت یا مرور سریع. این مسیر به شما کمک میکنه که مغزتون مسیر دوم رو فعال کنه و اون مهارت تبدیل بشه به بخشی از وجودتون.